دوستان گرامی، برای شما چیستان‌ها را پیشنهاد می‌نمایم که جواب آنها را باید که شما بجویید. برای این من به شما 20 ثانیه وقت می‌دهم. چیستان یکم: چادری کبود پر از نخود. شما یافته جواب چیستان رو؟ بله، آفرین. جواب چیستان می باشد آسمان و ستاره ها. اکنون بیاید به چیستان دوم می گذاریم. بافتیم به پشت کوه پرتافتیم. باز برای شما 20 ثانیه وقت داده می شود. جواب چیستان را یافتید؟ بله، این کاکول است. آفرین. بیایید اکنون به چیستان دیگر میگذاریم. خیمچه ترک، لبلبی جرک. دوستان گرامی، ما 20 ثانیه وقت داریم. بیایید فکر میکنیم تا اینکه جواب چیستان را یابیم. شما جواب چیستان را یافتید؟ بله، میچگان. آفرین بچه ها. بیایید اکنون به چیستان دیگر میگذاریم. ترقی پا شد. نمیدانم کجا شد. اکنون برای ما 20 ثانیه وقت داده می شود تا اینکه ما جواب همین چیستان را یابیم. جواب چیستان را یافتید؟ آفرین بچه ها. این موش است. اکنون چیستان آخران را گوش کنید. عجایب حالت دیدم در این دشت که جاندار همراهی به جان میگشت. اکنون 20 ثانیه باز فکر میکنیم و جواب همین چیستان را مییابیم. آفرین بچه ها. جواب این چیستان می باشد سایه. درست گفتید. آفرین. دوستان گرامی، امروز من با شما خیر و خوش میکنم. اگر چیستان های من به شما پسند آمده باشند، از شما خواهش و التماس میکنم که علامت بسیار خوب رو زیر نمایید. از همه شما منت دارم. خوشبخت و سربلند باشید.